یه خانمی تعریف میکرد، میگفت چند وقت پیش رفتم برای تعویض روغن ماشینم. اون آقای وقتی کارش تمام شد ازش پرسیدم کسی رو میشناسی که چند لکه روی سپرم رنگ افتاده درستش کنه؟ گفت برو با هم بغل دستیم، کارش خوبه. گفتم به خاطری که بغل دستیته میگی برم اونجا؟ گفت نه خانم، واقعا کارش درسته. میگفت رفتم پیش اون، کاراش انجام داد، رفتیم برای حساب کتاب. ازم پرسید شما همیشه میایین اینجا برای تعویض روغن ماشینتون؟ گفتم نه، گاهی وقتا. گفت اگر از این به بعد خواستی من یه آدرس دیگه ای رو بهتون بدم. این آدمی که شما رفتی پیشش آدم دغلیه، آدم کلک بازیه، جنسا رو جابجا بهت میده. میگه وقتی اینو شنیدم حالم خیلی خراب شد. چرا؟ به خاطر اینکه تفاوت یک آدم ذات خوب با ذات خراب فقط 40 سانت دیوار بود. شما هم تجربه داشتید، منم تجربه داشتید. به کسایی خوبی کردید که بیشتر از دشمن پشت سرتون حرف زدن. به نظر من وقتی خدا میخواد یه آدما رو بکشه بالا، تمام کیسه شن‌هایی که به بالونت نصب کرده رو یا خودش پاره میکنه یا یه کاری میکنه که تو اونا رو بشناسی. نگران آدم‌هایی که از زندگیتون میرن رو نباشید. اونا باید برن، ذاتشون خرابه. تو بچسب به خودت. میگیری که چی میگن؟